یو 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 چی روال همه چی اوکیه. خوبه. همه چی اوکیه. خب، سلام به همگی برای بچه های بحل. امیدوارم که حالتون خوب باشه، اوکی باشین. اه، هستی که وقتی نمونده دیگه، تایم رفتنه و اومدم ذره صحبت کنم، ریلکس کنیم، چیل کنیم با هم. بعد دیگه تایم رفتنه، میدونیم. در مورد این روزا می‌خواستم صحبت کنم. روزایی که گذشت یا روزایی که به فعل هست. بد نیست، میدونی، میگذره، اوکیه، بد نیست. سخت هست ولی میگذرونیم دیگه، میدونیم. تو ذهنم کلی برنامه داشتم واسه اینکه حالا انجام بدم، هم حالا واسه زندگی خودم، هم واسه چنل. برنامه زیاد داشتم، یعنی کارهایی که میخواستم تو زندگیم بکنم میتونم بگم انقدر زیاده و زیاد بود که میشه گفت به مثلا به یه روز و 2 روز نمیشه انجامش داد. ببینید چی میگم. و یه موردی که هست، تازه من داشتم عادت میکردم به این که بیام بشینم ویدیو بگیرم و ایده پردازی کنم. تازه رفته بودم قشنگ ادیت ویدیو رو یاد گرفته بودم، البته توی همون سطح و لول بیسیکش، نه خیلی خوب و قوی. و میشه گفت انقدر اه، آموزش دیده بودم که اصلا علاقه‌مند شدم به ادیت زدن و اینا. زیاد آدم ادیتوری نیستم، یعنی علاقه‌مند به ادیت نیستم، ولی خب میدونی خوشم اومده بود از یه جایی به بعد. ولی آره، داستان اینه که من توی برهه‌ای از زندگی افتادم و با خودم تصمیم گرفتم که از این دوران رو برم سربازی، برم خدمت. معمولا هیچ کس اینطوری تصمیم نمیگیره، یعنی معمولا اینطوریه که تو درستو میخونی یا مثلا اخراج میشی، یا طوری که اصلا درس نمیخونی و توی برهه میافتی که دیگه مثلا حالا یا از دانشگاه میای بیرون یا از دانشگاه بیرونت میکنن و تقریبا 1 سال تایم داری که حالا تصمیم بگیری که بری سربازی یا نه. بعد اون 1 سال برای تو اجباری میشه، اگه بعد اون 1 سال نری، یعنی بگذره، اصلا اضافه خدمت میخوری. می‌دونی چی میگم. و آره، ولی داستان من برعکس بود. من 1 سال رفتم دانشگاه، درس خوندم، میشه گفت توی بهترین، یعنی میتونم بگم تو بهترین دانشگاه نه، بهترین نمرات رو داشتم. ولی از یه جایی به بعد دیگه دل سرد شدم. چرا دل سرد شدم؟ چون واقعا دیدم نه درسه واقعا برا من ارزش داره، نه دانشگاه، نه هیچیش. میدونی منظور از ارزش این که ببین باید به تو یه چیز اضافه بشه، میدونی چیزی به من اضافه نشد. و داستان اینه که میگن که آقا میری تو دانشگاه کانکشن سازی میکنی، شبکه سازی میکنی واسه کارت، واسه زندگیت. و داستانی که اونجا دانشگاه که ما بودیم، اول اینکه خب همه پسر بودیم، همه فنی بودیم. می‌دونی چی میگم؟ تهش اینه که مثلا طرف فنی نبود، آدم به شدت چیزی نبود که مثلا چی بگم، یعنی مثلا بچه پولدار بود، صرفا میومد دانشگاه وقتشو تلف میکرد و همین. یعنی مثلا داستانی نداشتیم تو اون دانشگاه. و من دیدم با خودم، یعنی فکر کردم، گفتم که آجی من بیام اینجا دانشگاه تقریبا از صبح میرفتم، از 8 صبح تا بعد از ظهر، 6 شب. و خب خیلی تایم زیادیه. من تایم زیاد رو میتونم صرف کارم بکنم، صرف زندگیم بکنم. اگه خودم بشینم توی خونه 4 تا کتاب بخونم، قطعا دیتای بیشتری به این عقلم اضافه میشه. میدونی چی میگم؟ تا اینکه بخوام وقتمو تو دانشگاه اضافه وقت کنم. و اینطوری شد که انصراف دادم. خیلی ایزی، تقریبا
2 ساعت تایم گرفت، 1 ساعت و نیم تایم گرفت صرف انصراف دادن دانشگاه، ولی انصراف دادم. خیلی هم خوشحالم، میدونی، حداقل خوشحالم که وقتمو تلف نکردم. خیلی از بچهای دیگه هم هستن، میشه گفت 99% از بچه‌هایی که با هم همکلاس بودیم و با هم رفته بودیم اون دانشگاه، ثبت نام کرده بودیم، هنوز تو اون دانشگاه هستن، هنوزم میخونن و اوکی هم این داستان. و من یه آدمیم که وقتی یه تصمیم میگیرم تصمیم رو تنهایی میگیرم. یعنی اینطوری نیستم که با کسی همفکری کنم یا مثلا کسی بهم گفته باشه که این کار رو حتما بکن. تقریبا اینطوری هم که اصلا حرف کسی رو گوش نمیکنم و کار خودم رو میکنم. یعنی در این حد، یعنی حتی اگه بهم بگید که چقدر نمیدونم اینطوری، میگم اوکی باشه، خب من اینطوری هم دیگه. به هر حال آدم چیز نیستم که بخوام خودم رو تغییر بدم. این چی میگم. و آره دیگه انصراف دادم و در اومدم. ولی زمانی که انصراف دادم منطقم برای این نبود که برم سربازی، میدونی، منطقم برای این بود که حاجی میرم کار میکنم، یه شغل بهتری رو گیر میارم و مثلا قراردادی کار میکنم و مثلا یه روال خوبی رو پیش میبرم. تهش اینه که 1 سالم کار میکنم جدی، اون چیزایی که حالا مد نظرم هست به اون چیزایی که مد نظرم هست میرسم، بعدشم میرم سربازی. ولی توی برهه‌ای افتادم توی قسط و بدهی و این داستانا، مجبور شدم حالا 2 شغله بشم. باز اون شغلم داستان داشتم، فیل کردم، دوره بدهی رو بدهی شد و آره این شد که همه چی بگاهی شد. خلاصه بر این که همه چی بعد پیش رفت بعد اینکه انصراف دادم. البته از این ناراحت نیستم که انصراف دادم، نه واقعا خوشحالم، اوکیم. ولی خب خوبم پیش نرفت، یعنی برای چیزی که من خودم فکر میکردم خوب پیش نرفت و اینطوری شد که آره تصمیم بر این شد برم سربازی تا بیشتر از این بدهی بالا نیاوردم. البته تا به الان تمام بدهی‌ها، یعنی بیشترشون 90% مثلا فیکس شده. و آره تا اینجا اوکی شد و دیگه قرار بر این شد که بریم سربازی و تقریبا 1 ماه دیگه، یعنی آخر همین ماه قراره که برم. حالا تایمش، یعنی تاریخ رفتنم مشخص نیست، ولی اعلام کردن که 1 اردیبهشت. و آره حالا نمیدونم این ویدیو کی قراره بیاد، ولی احتمالا قبل رفتنم باشه و امیدوارم که همه چیز اوکی باشه، همه چیز روال باشه، هم برای من هم برای شما. اینطوری باشم که بترسم یا دیگه باشم که وای سربازی، نه. نگاهم بهش نگاه اینه که قراره برم یه چیز جدیدی رو تجربه کنم. حالا درسته که قراره دهنم سرویس شه، ولی خب تجربه جدیدیه دیگه، میدونی. تا حالا نشده که مثلا برم یه جایی، یه مثلا شهر غریب، البته شده ولی نه اینطوری که به عنوان یک سرباز، و برم اونجا و مثلا حالا خدمت کنم و بزنن تو سرم، نمیدونم همه اون داستانام که حالا خودتون میدونید، اگرم نمیدونید میفهمید بعدن. و آره تجربه جدیده دیگه، حالا بد باشه خوبم نیست. چی میگم بازی، چی میگم. آره این مدتم که نبودم، یعنی اینکه کلا یهو کم ویدیو میذارم برای اینه که خب درگیرم، کار دارم. اومدم 2 تا پروژه گرفتم و 2 تا پروژه رو باید تا تقریبا آخر فروردین تموم شه، فیکس شه. و داستان اینه که خب اوکی چجوری قراره فیکسش کنم، چجوری. آخه یکی نبود، تویی که میخوای بری سربازی، تویی که داری میری 2 تا پروژه چیه؟ حالا اوکی پروژه گرفتی یه دونه بگی، چرا 2 تا گرفتی احمق؟ واقعا نمیدونم حالا چجوری باید تمومش کنم، واقعا نمیدونم. چیز دیگه هم بگم در مورد موهام.
موامو زود دیدم، تقریبا میشه گفت یه ماه زودتر از این که بخوام برم خدمت. و اینکه این شد که اینطوری شدم. نمیدونم خوبم یا بدم از نظر ظاهری، با مو که بد نبودم، تقریبا میشه گفت. مهم نیست دیگه. یه جورایی آدم وقتی یه چیز رو از دست میده دیگه براش مهم نیست که میخواد حالا چه جوری باشه یا چه اتفاقی بیفته، میدونی. آره، یه چیزم از بابت این بگم. امروز من اومدم ویدیو بگیرم، یعنی عزممو جذب کردم که آقا بیام ویدیو بگیرم. حالا اون بحث اون ادیتش هم هست. حالا بعد امروز لپتاپ خراب شد، یعنی تو همین تایمی که میخواستم بیام ویدیو رکورد کنم لپتاپ خراب شد. از اون ور ویدیو رکوردری که نه ساوند رکوردر باید آپدیت میشد. حالا این وسط اینترنت کجاست، نت وصل نمیشد. حالا گوشیم تو بازی بود، پایه سه پایه دوربینم که با گوشیم دارم ضبط میکنم اون هم خراب شد. یعنی میخوام بگم همه چیزا خراب شد که من ویدیو نگیرم آقا. ولی تقریبا میشه گفت 40 دقیقه یا نیم ساعت، نه بیشتر، 1 ساعت سر تایم گذاشتم سر اینکه اینا رو درست کنم. و آره، و حرف آخرم قبل این که برم، شاید بعد این مدت، یعنی تو این تایم خدمتم و اینا، احتمالاً خیلی کمتر یا دیر به دیرتر، شاید هم اصلا بعد 2 سال بعد خدمت ویدیو گذاشتم، نمیدونم واقعا. از اونجایی که میدونم اونقدر دنبال کننده ندارم که بخوام بگم آقا اگه حمایت کنید ویدیو میذارم، یعنی حمایتی ندارم که بخوام اینطوری بگم. و اشکالی نداره، من اون اوایل که شروع کردم فاکینگ انگیزه خفنی داشتم. بعد دوباره داستانای مهسا امینی و اینا افتاد، دوباره ول کردم. اون وسط هم داستانای کرونا شد، دوباره ول کردم. بعد الان دوباره تقریبا میشه دفعه دوم یا سوم که دارم ول نمیکنم و یه اتفاقی پیش میاد که من نمیتونم روش کار بکنم. یعنی این چنل میتونه به عنوان یه چنلی که کسی که سراشیبی خیلی داره، سر و پایینی و پایین بالا خیلی داره نام برده بشه، یعنی در این حالت بگم. و آره، همین، یعنی واقعا دوست دارم همین بشنم و صحبت کنم. و ای راستی امروز سال نوه، امروز فکر کنم تقریبا 3 فروردینه و 3 روز از سال جدید گذشته. اولا که سال خوبی داشته باشین، امیدوارم که امسالو یکم پر انرژی تر، یکم با انگیزه تر ادامه بدید. امیدوارم که حداقل اگه داره میگذره خوب بگذره. همین. مرسی که ویدیو رو دیدین، دوستتون دارم. بای.